شرکت شفافرما پیشنهاد شما میکند. برادران تاجیک در دولت اروس در خدمت شما هستند. سنگ گرده برای معده، برای کسلی های دل، قند، تمام این داروها برای شما طبیبان هستند. در همین رقم ها زنگ زنید و شما توصیه می‌کنم. شفا در دست خداوند است. یک چیز سبب بشود. شرکت شفافرما در خدمت شما. داروها برای ریختن ریش، برای کم قوتی، بیزیوریوتی، فربهی، خرابی، سفید شدن پوست، تمام این داروها پیشکش شما می‌گردد. تنها شما زنگ زنید، معلومات پوره را از طبیبان پرسید. باقی تن صحت و خانه آباد باشید. این حال یک جا زیارت میریم، چیلمزار میگم برادرها، چیلمزار. و ما با شما میفهمونم، میگم چیزی که من شنیدم با شما میگم که هم خیلی روایت ها داره، هم خیلی کارا داره. و یک جای میریم میبینیم. من فقط میخوام که تنها باد و هوا و گفت همه اروسا پری را داره، شما تماشا کنید و حلوت کنید. همین طرف میبریم میریم. دوستان عزیز، در اینجا قدمگاهی ایشانی بلند پرواز میگن. در همینجا اومده مقصد که قدم گذاشتگان خیلی هر خیلی گپا ایشانی بلند پرواز. حالا که میایم برادر عزیز به یک کودکی ما چیزی که ما شنیدیم همون گپا رو گفتیم. این در تنه درخت نمیدونم لطف هستگان خیلی قدیمی چیزا موندگه. ما هم چی گفتن نمیتونم. مقصد که همیشه کارو برو و یک چیز دیگر ما با شما میگم دوستان عزیز، اینا نگاه کنید. این طرف همه کوه سبزه، در بهاران هم در هر فصل سال مقصد در تابستان زرد میشود، در بهاران سبز میشود. لیکن همین کوههای ما همین دو کوهی که میبینید یک خیل میستند. اوش سرخه، ایش کبود. اینا خطان با چشماتون ببینید در یک جا اینا با بری کبود و با سرخه. اینا بری کبود و با اینجا مدک سرخه. همه وقت یخل میستن. این باید گفته که همه وقت حضرت نه تگی آب موندگه، ای آب همه خیلی ایش سرخ برامدگه، ایش کبود برامدگه با جنگ سرخ. خیلی مقصد همون طبیعت همه برای شما نشان دادستم. زنده باشید. میریم با رفتیم. این دوستان عزیز آمدیم با چیلمزار. این درختایی که شما میبینید در نزدیک هم چیلمزار است. این چیلمزار انشالله که من میرم ای پیش با شما نشون میدم و در بارش چیزی که فهمیدم با شما میگم. رفتیم دست حالا این خونه کو سر میکنیم. این خونه دوستای عزیز هر جای خودشه داره، هر یک تاریخی خودشه داره. ما پیش خمانی چی گفتن نمیتونیم، چیزایی که شنیدیم با شما میگیم. دوستان عزیز بریم چیلمزار. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز می‌داریم چیلمزار. ما درباره چی گفتنیم بچه‌ها؟ بسم الله. درباره فقط این بسم الله الرحمن الرحیم اینجا جای ششته مقصد یک هفته دوام میکنی. درباره چیلمزار ما چی گفتنیم؟ همین دریا دم است که وقتای پیش یگام جو تونده یگام جای ما در مقصد یگام جای همین همدیگه ما اوزخ میشید. می اومدن اوزخ ما رو تبابت میکردن در همینجا و بعد اوزاق کودکا را بسیار می‌آوردن اینجا. همین کودکا را چیلگی میگن نمیدونم، یا اینکه همین کودکا را میگفتن که این دکتری نیست و مقصد وای دو بخونید یگام چی بخونید گفتن اکراسی هم لطبندی و خیلیش من هم نمیدونم راستی گپ. این خیلی چشم هم هیچ تون گفتن نمیتونم در این باره. و مقصد که شفا را اولش خدا میده. اول شفا در دست پروردگاره. خداوند خود شفا میده و دردم خداوند میده، شفا هم خداوند میده. و یک چیز سبب میشوه همین مزارات. خیلی مقصد که ما چندین سال همینجا بودیم میدیدیم
من رستیاب نمیدونم اینجا ایرا چه موندیان چیکو کردن اینجا نه لاتا باستگان نه بالای سرده پیستای همه خشم میدونم که چیلمزار گفته نگیر چه محکم کردن همه کودکا رو میورن و مقصد اگم با دکتری کی نشید به همینجا میورن گیر میگردونن نمیدونم چیکاری که میکنن که مقصد دیگه پون همینجا وای میشن همه کودکا شفا میوان اولش خدا آخرش خدا شفا گفتم در دست خداوند این همینجا چیلمزار میگیم راستی گپ این دوستان عزیز اینا خیلی که گفتم من هیچ تون گفتن نمیتونم او را خطان خلاصه تون رو برورید هر یک از یک ریم داره هر یک از یک چی داره مقصد گپم که من هیچی گفتن نمیتونم خطان خلاصه تون رو برورید برادرای عزیز من فقط تنها ایما یک نشان دادن که هم خیلی جاها هست من یک کس به مقصد مرد پرستی دعوت میکنم نه یک کس به شهید پرستی دعوت میکنم و تنها ایما یک نشان دادن که هم خیلی جاها هست برادرای عزیز نامش چیلمزار اینه برادرای عزیز اینه دوستان عزیز کسی که مال و حال یاد کرده اینه مال و حال مال داری حال داری گفتم نه دوستان عزیز هی اونجا چی نوشته گیان؟ کی میخونه؟ چی نوشته گیان؟ بیستمی فوریه سالی اونجا چه سال چه خونده نشی؟ ها؟ آغاز بنیاد نیروگاه سنتوده خیلی سال چه اونجا خونده نشید ولی اگر بشه آوسو میخونه این برادرها کوه و دشت و این دوستان عزیز آمدیم که در اینجا چی نویستگه یک جای بخونیم در اینجا نویستگه که 20 فوریه سال 2006 آغازی بنیادی نیروگاه آبی برقی که مقصد نیروگاه آبی برقی سنگتوده 2 اینجا سنگتوده 2 های بچه اینا برادرای عزیز تماشا کنید و حلاوت برای کسانی که دیدگی نیستن هنه در یک کینوم همینجا را پشدره گفته وای کدگیم در یک کینوم انتظاری ده همین در هم بالاش ده پشدره گفته چی کدگیم این اینجا میایم این ایره به سوی دنغره میروه دوستان عزیز انا ایره به سوی قرغان تپه میروه بر سوی سربند یعنی لیوکان بختر و در اینجا راهی سفید نویسته به همه شما برای کار راهی سفید بختی سفید خواهونه باقی سربلند و خانه آباد و تن صحت باشید در کجای باشید نباشید خداوند نگهبانتان زنده باشید برادران